هر دوتون دیوونه شدیم. بیاین بریم خونه. ازم پول گرفت، گفتش که انصراف میدم. دافنه را بیاف. Anladım sonu yok yalnızlığın. با اجازه. Çoğalacak. Her zaman böyle miydi bilmiyorum. Sanki dokunulmazdı çocukken. Alışır her insan, alışır zamanla kırılır incinmeye. Çünkü olan yıkılıp yıkılıp yeniden ayağa kalkmak. Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. Anladım sonu yok yalnızlığın. Her gün çoğalacak. Her zaman böyle miydi bilmiyorum. Sanki dokunulmazdı çocukken. Alışır her insan, alışır zamanla kırılır incinmeye. Çünkü olan yıkılıp yıkılıp yeniden ayağa kalkmak. Yalnızlığım yollarıma pusu kurmuş beklemekte. Acılar gözlerini dikmiş üstüme nöbette. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Hadi gelin üstüme, korkmuyorum. Bulutlar yüklü hayatı hayacak üstümüze. Hasret yokluğumla ben baş başayız nihayet. اسم مامانم چیه؟ وقتی رسیدیم میتونی از خودش بپرسی. خونش چه شکلیه؟ اوه نمیدونی، یه خونه بزرگ با استخر. میتونه 10 تا بچه مثل تو رو توش نگه داره، مطمئن باش. آره. ولی اینجا که از اون خونه ها نداره. داره، اون طرفتر داره. تو همسن ایلولی؟ ماشالله ماشالله، چه قد بالایی هم داری. ولی منم جوون به نظر میام نه؟ اگه بریم کافه همه فکر میکنن دوست پسرتم. بادا را بیاف بابا، مادرت منتظره. من باهات نمیام. خود دانی. منم به مادرت میگم دخترت وسط را پشیمون شد، انگار دلش نمیخواست تو رو ببینه. خیلی خوب خیلی خوب. بابا سوگل یه دقیقه گوش بده. تو برای من تموم شدی گونه، تو بیشرفی، عوضی، دروغگویی. آره
دروغ گفتم. نمیخوای بپرسی چرا دروغ گفتم؟ خب چرا؟ پیش خودم گفتم اگه ببینی ناراحتم و مشکل دارم شاید بهم یه شانسی بدی. چه شانسی؟ تو این همه مدت داشتی به هم دروغ میگفتی. مادر و پدرت هم دیدم یه خانواده فوق‌العاده داری. آره دارم. چی کار کنم؟ هیچ موضوع درامی هم تو زندگیم وجود نداره. خاک بر سر من که تو زندگیم هیچ مشکلی وجود نداره. اینم گناه منه. چرا وایسادی؟ کمک! 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 برو کنار! کمک! هر چقدر دوست داری داد بزن، اینجا کسی صداتو نمیشنوه. کمک! کمک! اینجا به غیر از ما دوتا کسی نیست. کمک! بیا ببینم، بیا. الو. نه خیر، همچین چیزی نیست. بله باشه صحبت میکنیم. البته الان من یه جای خیلی پرتی هستم. میشه فردا بیام دیدنتون؟ بله متوجه شدم. ببین من الان میخوام برم یه جایی. تو هم عین آدم همینجا منتظر من میمونی. اگه فرار کنی پیدات میکنم و میکشمت. فهمیدی یا نه؟ آفرین. کجا داری میری؟ منم ببر. چی؟ وایسا. گفتم همینجا منتظر بمون. همینجا منتظر بمون. خواهش میکنم ببر. خواهش میکنم. بتمر دیگه. نرو عمو کمان. نرو منو ببر پیش مامانم عمو کمان. نرو تو رو خودم منو ببر پیش مامانم عمو کمان. عمو کمان منم ببر تو رو خودم. دیر کردن. حتما یه کاری براشون پیش اومده، الان میام. شانس آوردی تو محل کارت این اتفاق افتاده. اگه بیرون قش میکردی و یه بلای سرت میومد چی؟ چیزی نیست، حتما فشارم افتاده. چی شده؟